بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. بینندگان عزیز و محترم، دلتون شاد، تنتون سالم در کنار خانواده‌های محترمتون. بنده میلاد نصیری هستم، تجربه‌گر نزدیک به مرگ، و خدمت بینندگان عزیز و محترم عرض میکنم که بنده میخوایم تو این کانال عبرت سرای تا میتونم از ابتدا تا انتهای اون جاهایی که رفتم، اون اتفاقاتی که برام پیش افتاد با شما دوستان عزیز در میون بذارم و چه اتفاقاتی برام پیش اومد. عرضم خدمت دوستان عزیز کلیپ های بنده و مصاحبه بنده که با جناب آقای حنان عزیز بنده مصاحبه کردم، تجربیات کاملم هستش، میتونید اونجا هم مشاهده بکنید. اما هر عزیزی هر سوالی که داشتن در اون دنیا، اتفاقاتی که کلن یا چیزایی که واقعا ذهنشو درگیر کرده، بنده با کمال میل در خدمت دوستان عزیز بینندگان محترم هستم و امیدوارم بتونم کمک دوستان گرامی کنم که سوالاتی که به قول معروف مشکال فکری هایی که دارم که خدایا بعد از مرگ چه اتفاقی برامون میفته، قبل از مرگ چه کار کنیم، بعد از مرگ چه اتفاقاتی برامون میفته رو بنده با کمال میل برای بینندگان عزیز به اشتراک میذارم. امیدوارم که تنتون سالم باشه، دلتون شاد. انشاءالله در ویدیوهای بعدی خدمت دوستان در مورد اتفاقاتی که برام پیش اومد خدمتون عرض میکنم. شاد باشید و سلامت، تندرست باشید و پایدار. یا حق، علی یار و نگهدارتون. خدا نگهدار.